مردی که اگر نبود ایران هم نبود و اگه ذره عدالت در این کشور وجود داشت الان باید نام و تندیسش رو در هر شهر و شهرستان کشور به چشم میدیدیم. خلبان محمود اسکندری فوق ستاره بمب افکن‌های فانتوم F4 که به تنهایی مهمترین و استراتژیک ترین عملیات‌های جنگی رو علیه عراق در جنگ 8 ساله انجام داد. خلبانی که در یک مأموریت غیر ممکن در سال 61 پل استراتژیک ارتش عراق روی اروند رود رو منهدم کرد تا 10 سرباز عراقی در خرمشهر دستانشون رو به نشانه تسلیم روی سر بذارن و این زمینه آزادسازی خرمشهر بود. خلبان اسکندری بارها و بارها عملیات بالای 90% با احتمال مرگ رو پذیرفت و انجام داد. اون کسی بود که بر فراز شهر بغداد با سرعتی مافوق صوت فرکانس عمومی هوانوردی برای صدام کری خوند و گفت دفعه بعد میاییم و قصرت رو میزنیم. به خاطر مأموریت‌های غیر ممکن اون بود که نام خلبان ایرانی در سراسر جهان زبان زد شد و خودش ابرستاره هواپیمای فانتوم شد. اما مردی که طوفان‌های سهمگین زمینش نمیزد در یک خودروی پراگ در کرج تصادف کرد و جان باخت و غریبانه دفن شد. به افتخارش این پست رو لایک کن و به اشتراک بذار تا همه این شیرمرد رو بشناسن.